بریم ببینیم توی هفته چند کیلومتر هم کم کنم. خب الان با هم بریم رو ترازو ببینیم که وزن اولیه هم چنده تا یه هفته دیگه هم به چند میرسه. واسه صبحونه یه دونه آووکادو خریدم دیروز. نصف اینو میخوام الان بخورم چون کالری زیاد و نباید کامل مصرف بشه توی رژیم. نهایتا روزی یه دونه 1/4 یا یه دونه نصفه. چقدر بد بریدم. اصلا متقارن نیست. الان چیکار کنم؟ الان مجبورم اینو بخورم دیگه، این بزرگه رو. برش دیگه بهش اضافه کنم. خب چه باحال شد. تا اینجوری نبریده بودم آووکادو. بچه‌ها واسه تخم مرغ یه دونه دستگاه تخم مرغ آبپز کن گرفتم. این شکلیه. خیلی هیجان انگیز نیست به نظرتون؟ هر چقدر بیشتر آب بریزی توش بیشتر سفت میشه تخم مرغ. واسه همین الان میخوام نصفه بریزم، تقریبا 1 کیلو عسلی بشه. خب تخم مرغ عزیز رو میذاریم وسط. آبم تقریبا 50 cc دارم میریزم. خب امیدوارم خوب بشه. خیلی مدلی درست نکردم، همیشه سفت میذارم بشه. خب صبحونه من آماده شد. لیام هم اومد صبح بخیر بگه. اینو بازش کنیم ببینیم چه ریختیه. سفت شد اونجوری که میخواستم اصلا نشد. خب اوکی. صابونه منه. من آماده شدم دارم میرم سه‌شنبه بازار. چند تا تیشرت خیلی خوشگل گوگلی دیدم هفته پیش که با نگار رفتیم ولی نگرفتم، بعد مونده بود تو دلم. الان دارم میرم ببینم میتونم بگیرم. میوه و سبزی‌های تازه هم میارن معمولا. اگه تونستم میوه سبزی هم میگیرم. بریم ببینیم چی داره امروز. گم شدم نمیتونم پیداش کنم. اون تیشرت فروشیه که دوست داشتم خیلی ناراحت. از بازار خرید خاصی نکردم ولی خب توت فرنگی خریدم. میان وعده توت فرنگی بخورم. نیم کیلو بیشتر نخریدم. چقدر زیاده ولی نگاه کن. به 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 چقدر حس خوبی داره. چه بویی. خب اینم از میان وعده. یکم هم نمک بهش بزنیم. کلا سبزیجات اینجوری جدا جدا بیشتر دوست دارم نسبت به سالاد. اینم میان وعده دومه. چقدر خوشگل شد. دلم میخواد نوتلا بریزم روش. حیف رژیمم. خب من آماده شدم برم رستوران پیش ماما اینا. یه سری کارهای منوشون و اینا مونده بعد انجام بدم. امیدوارم که در برابر وسوسه‌های مامانم بتونم مقاومت کنم و رژیمم رو رعایت کنم. سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ به روز دوم از یه هفته رژیم من خوش اومدین. صبحونه همون پلن دیروزه، همون آووکادو تخم مرغ آبپزه. ساعت 2 الان، ساعت 3 من باید باشگاه باشم. تمرین پیلاتس دارم.
میخواستم نیم ساعت قبل پیلاتس قهوه بخورم ولی دیدم نمیتونم واقعا صبر کنم. اینم لیو نشسته اینجا داره قضاوتم میکنم. لیو این واقعا هم این گربه ایه که به اسمش واکنششون میده. خیلی موجود عجیبیه. قربونه نشستنت برم من. من دارم میرم پیلاتس با تیشرت گارفیلدی. بهترین قسمت روزه واقعا پیلاتس. برگشتم ولی ماهام حس نمی کنم. مربی پدرم رو در برد. یه مربی ایرانی خیلی خفنی هم بودش. بعد خیلی هم خوش اخلاقه. سر کلاسی ها برگشت بهم گفتش که تو ایرانی هستی و اینا، چرا اصلا صدات در نمیاد ایرانی هستی. تا حالا نیده بودم استاد این شکلی، مربی این شکلی. خیلی بامزه بود. ولی خب میگم پاهم حس نمی‌کنم و خیلی حال میده. یعنی تمرینای اینجوری خیلی سخته پدرمو در میاره، واقعا خیلی بهم حال میده. خب بچه‌ها می‌خوایم وعده بعد از تمرین رو درست کنیم ما هم دیگه. البته کار خاصی نمی‌خوام انجام بدم، در حد یه شیک پروتئین. ولی خب شیر بدون لاکتوز گرفتم. شما هم اگه بعد از خوردن شیر مثل من دل درد میشین بدون لاکتوز بگیرید. شیکر رو برمی‌داریم. یه لیوان شیر. البته میخوام چشمی بریزم، باز نمیشه. امیدوارم که خیلی زیاد نشه. خیلی هم حجمی زیاده شیکر، نمی‌دونی توشو تا نصف بریزم اوکی دیگه نه؟ پروتئین که من استفاده میکنم اینه، برند باس. خیلی خوشمزه است. اینم طعم کوکیشه یه چیز باحالیه. زود تموم میشه ولی 10 تا اسکوپ بیشتر نیست. دیگه چی میتونیم بریزیم توش؟ یه دونه دانه چیا میخوام بریزم. البته منظورم از یه دونه از این شاتاش باز شو. منظورم الان نابود میشه. یه دونه شد دانه چیا میخوام، باز نمیشه. خدا بشه. نریزارم. چیا میریزم تو لیوان که دونه های چیاشو بتونم نجات بدم، ببینمشون و بتونم نجاتشون بدم، وگرنه خورده نمیشه. روخه کارو ببین. نه ببخشید این وری با هم میگرفت. پشمام چقدر فیکس یه لیوان شد. سلامتی. دونه های چیاش سفت هنوز باید بجام. بچه ها واسه شام استیک سالمون درست کردم با پوره سیب زمینی.
سلام، به روز سوم از یه هفته رژیم من خوش اومدین. امروز میخوام به جای تخم مرغ واسه صبحونه یه صبحونه متفاوت درست کنم. میخوام یه دونه پنکیک پروتئین درست کنم. به یه دونه نصف موز نیاز داریم، پروتئین، پودر پروتئین، جای 2 سرپرک و یه دونه تخم مرغ. تخم مرغ هم یعنی هست باز تو برنامه، ولی خب خیلی متفاوته. خب من همه مواد رو ریختم توی ظرف. الان باید همش بزنم یک دست بشه بافتش. خب من مواد رو هم زدم، این ریختی شد. مایتابرم گذاشتم گرم بشه. ببین یعنی امروز کلی پلن داشتم. میخواستم برم کالیکوی دور بزنم، بعد یه غذای خیلی خفن درست کنم، ولی از اون روزایی بودش که دیدی مثلا بعضی روزا میخوای لش کنی کلا، قشنگ اون مدلی بود. اولا که ساعت 2 ظهر تازه از خواب بیدار شدم، 1:30-2 اینطورا بود. بعد اون صبحونه که بهتون نشون دادم و تازه ساعت 3 داشتم میخوردم. الانم ساعت 7:15، ولی خیلی چیز خفنیه. قشنگ آدمو سیر نگه میداره. 4-5 ساعت گذشته و هنوز گشنم نشده، ولی خب مجبورم یه چیزی درست کنم بخورم، چون شب با بچه‌ها داریم میریم کلاب. بعد خیلی روز عجیبی بوده امروز. هم من خیلی لش بودم، هم هوا خیلی عجیب ابری و بارونی بود. اصلا انگار نه انگار وسط تیر ماهیم. آقا من گفتم قبل از شام بیام آماده شم امشب، چون کلابی که میخوایم بریم تم بسکتبال زده. بعد واسه همین گفتم که 2 تا اینطوری بافت کف سر برم، حس میکنم گوگلی میشه و میخوره به تم کلاب. ببین یعنی سخت ترین قسمتش واقعا این مساوی در آوردن موه فرق وسط کامل. امیدوارم که خوب باشه. چطور شد؟ خب من این ورمم بافتم یکم تمیزتر شد. اینجاش میبینی یه خورده اینجوری داره، نمیدونم چرا. واسه همین یه دونه کش بندازم اینجا یه خورده جمع‌تر بایسته. من وسط آماده شدن اومدم شامم درست کنم، چون 1 ساعت بیشتر وقت ندارم. مامانم گذاشتم تو فر. بعد امشب استثناً میخوام نودل بخورم. یکم کردش بالاست، ولی خب حالا هفته یه بار اوکیه. اینم نودل سویاست، خیلی خوشمزه است، خیلی زیاد. آقا شاممو واقعا دارم تلاش میکنم از دست لئو نجات بدم، ولی خب قضیتم نکن، خودت قضا داری. من لباسم هم پوشیدم، آمادم. سلام بچه‌ها، به روز 4 از یه هفته رژیم با من خوش اومدین. روز کوچولو دیر بیدار شدم. دیشب تو کلاب خیلی سعی کردم رژیم رو رعایت کنم، الکل و اینا نخوردم مثل همیشه. الان هم یه کره بادام زمینی با موز بزنیم. امروز قراره لئو رو ببرم دامپزشکی. بعد لئو یه اخلاقی داره، یه سیستمیه که 3 نفری باید بگیریمش بکنیمش تو باکس. چون به محض اینکه باکس رو در میاریم که بذاریمش تو باکس ببریمش دامپزشکی، شروع میکنه فرار کردن و امکان نداره بتونی بگیریش.
امروز واسه وعده پروتئینی بعد تمرین یه دونه ماست گرفتم. فکر کنم پروتئینش اوکیه دیگه. پودر پروتئین نمیخواد بهش اضافه کنم. شاید هم اضافه کنم از اونجایی که شکلاتی و خیلی خوشمزه است ولی مفیده، احتمالاً بهش اضافه کنم. چقدر خوشمزه است. اینو تا حالا نگرفته بودم. آقا خودش خیلی خوشمزه است ولی تصمیم گرفتم که پودر پروتئین رو اضافه کنم. نصف اسکوپ یعنی پروتئینش بیش از حد نشه دیگه. بری هم بریزیم. بری سلامتیتون. ببین یعنی واقعا باورم نمیشه تنهایی تونستم این کارو کنم. ببین یعنی واقعا انقدر دیوونه میشه وقتی این کیفر رو میبینه شروع میکنه دویدن اینو دیوونه ها. ولی خب من تونستم. فکر کنم میخواد منو بکشه. زودتر ببرمش دامپزشکی تا بیشتر از این اذیت نشده. Şurada kal. سلام بچه‌ها، به روز 5 از یه هفته رژیم با من خوش اومدین. امروز یه دونه صبحونه یخچالی داریم. دیشب درست کردم گذاشتم تو یخچال. صبحونه جوجو. خیلی بامزه نیست، خیلی گوگولی نیست. ترکیباتش هم شیر و دانه چیا و موز با پودر پروتئین و کره باستنی. بریم امتحان کنیم ببینیم چه شکلی شده. نرگیلم ریخته بودم توش، یادم نبود. خیلی خوشمزه است. امروز باید با هم دیگه بریم دندون پزشکی. بعدش هم باید بریم دوز آخر واکسن گاردوسیلمو بزنم و بالاخره تموم میشه. و اینکه همین دیگه، کار خاصی دیگه ای ندارم امروز. همین دوتاست. البته این دوتا هم فکر کنم کار خاص به حساب بیاد. چه هواییه بله. چند وقت اتونه میکشم چند خوب شدم. امروز دندون پزشکی رو رفتم. اصلا اوضاع دندونم از چیزی که فکر میکردم خیلی خراب کرد. خیلی فکر کنم 10 تا پوسیدگی دارم درست کنم با 3-4 تا پر کردن. بعد واکسنم زدم. خیلی زود کارم انجام شد. 1-2 ساعت تموم شد. فکر کردم تا شب طول بکشه قشنگ. الان هم چیکار کنم؟ فکر کنم برم یه ناهاری بزنم. بعد ببین یه جایی نشستم که پر رستورانه. الان تو برگر کینگ هم نشستم. تو برگر نشستم دارم آب میخورم. ولی همش خیلی ناسالمه. هم تو دارم فکر میکنم چیکار کنم، کجا برم و اینا. یه دونه رستوران عربی خیلی کثیف خیلی خفن هست اینجا و واقعا دارم جلو خودم میگیرم که نرم اونجا. احتمالا من استارباکس ساندویچش خیلی سالمه. آقا من بعد از واکسن 2 تا استامینوفن خوردم. رسیدم خونه دیگه قشنگ بیهوش شدم. یعنی انقدر یهو خوابم گرفت که حتی تو متروبوس هم خواب بودم. بعد وقتی که تو متروبوس خوابم قشنگ فریک گوشیم. هر چند دقیقه پا میشم گوشیمو اینطوری چک میکنم، صفر میگیرم، دوباره سرم اینجوری میره. الان ساعت 11:30 من تازه دارم شام درست میکنم. واسه شامم میخوام سالاد سزار سالم درست کنم.
بریم واسه سسش. یه دونه ادویه آماده میخوام بریزم توش، امیدوارم که خوب باشه. ماست رو اضافه کنیم بهش به کاوبای یعنی. به روز ششم از این هفته رژیم با من خوش اومدین. امروز صبحونه مامانم میخواد ببرتم بیرون، دیت صبحونه ای داریم با مامان. چه حسی داریم مامان؟ صبحونه‌است که خیلی تقسیم بر دو ببین اون صبحونه‌ای که ما خوردیم باشه یه خیلی سنگین بود، البته من سعی کردم زیاد نخورم ولی خب دیگه نیاز به نهار نبود دیگه. الان مسلم اومدیم شام بخوریم، یه شام خیلی ناسالم چرب و چیلی، ولی خب من سعی میکنم نصفه بخورم کاملا. ببین چرب هست ولی سس نداره هیچ، اونقدر پرکالری حساب نمیاد. سس هم داره الان میمونم. تلاش خاصی نکردم واسه آفتاب گرفتم، ولی حس میکنم رنگ گرفتم قشنگ، دستم خوشرنگ نشده. سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ به روز آخر از یه هفته رژیم با من خوش اومدین. امروز واسه صبحونه دوباره میخوایم کره بادام زمینی با موز بخوریم. دلیلش هم اینه که یه دونه نصف موز تو یخچال مونده و داره خراب میشه. ما نباید بذاریم خراب بشه، باید نجاتش بدیم. آقا بریم واسه شام آخر. صبحتون بخیر. امروز قراره با هم دیگه بریم ترازو
ببینیم چیکار کردیم. مرسی که تا اینجا ویدیو با من بودین. کلی بوس.